دو تا سوره البته هست که از همه کوتاه‌تر هستن، یکی کوثر و یکی هم عصر. علت این که تو نماز هم این دوتا بیشتر خونده میشه برای اینکه خیلی کوتاست و زود تمام میشه. ولی سوره کوثر کوتاه‌تره، فقط 10 کلمه است. هر دوش حدود 2 خط بیشتر نیستن، ولی 3 تا آیند، ولی آیات سوره کوثر کوتاه‌تره. 10 کلمه هم بیشتر نیست و 10 هم عدد تمامه. یعنی در این حالی که کوتاه‌ترین سوره قرآنه، به نظر میرسه که هم نامش که کوثره، یعنی بسیار زیاد افزایش، چشمه جوشان در واقع کوثر. حجمش حداقله ولی معناش حد اکثره. انا اعطیناک الکوثر، ما به تو کوثر رو دادیم. فصل لربک وانحر، پس برای ربت فصل. حالا ترجمه میکنن نماز بگذار. وانحر یعنی قربانی کن. ان شانئک هو الابتر، دشمن تو خودش دنبالش قطعه. خب سوره خیلی کوتاست و در ظاهرش اگر آشنایی کافی با زمینه های نزولش نداشته باشیم یه مقداری ابهام داره. قبلا سوره تکاثر رو خوندیم، اگر از خاطر نبرده باشین در اونجا یه اشاره‌ای به کوثر هم کردیم. این دوتا هر دو از یه واژه است، یه اصل و یه ریشه است، تکاثر و کوثر. تکاثر باب تفاعل، تفاعل یعنی دو طرفه، دو طرف دو جهت که میخوان هی بیشتر داشته باشن. یه رقابت تنگاتنگ، فرد در رقابت با دیگران برای اینکه هرچه بیشتر قدرت و ثروتش رو افزون بکنه. میگه الهاکم التکاثر، تکاثر شما رو همتون رو به هم مشغول کرده. الهاکم این کار لهویه، یه کار هدفدار و جدی و با ارزشی نیست. الهاکم التکاثر تا کی؟ حتی زرتم المقابر، تا آخر زندگیتون. یعنی انسان مثل این که 4 نعل داره، سوار اسب قدرت و ثروت، داره میتازه به سمت هرچه بیشتر داشتن. کلا سوف تعلمون. این طورا نیست، به زودی میفهمید که این کار اساسی نبود، ارزش نداشت که انسان عمرش و هستیشو فدا کنه برای اینکه هی بالا ببره رقم بانکیشو، ثروتشو، پولشو، خونهشو، زندگیشو، موقعیتاشو. این یه سوره بود که حالا نمیخوام واردش مجدداً بشیم. یک نوع کثرت و زیاده طلبی و تمامیت خواهی است که در دنیاست، تو مادیات، در رقابت با دیگرانه، در زد و خورد و در از دست این قاپیدن، کلا سر این گذاشتن، هی بالاتر رفتن. این یه نوع زیاده طلبیه. یکی هم کوثره. کوثر یعنی ذاتن خودش جوشانه، به چشمه‌ای که داره میجوشه یک سره. این از جای دیگه ور نمیداره، از درون خودش میجوشه. یه مقایسه این دوتا رو خدمتتون کردم که این دوتا، خود کوثر خود جوشه در واقع، چشمه جوشانه، ولی تکاثر مصرفیه، هی به دست آوردن و خرج کردن، هی به اصطلاح بت مصرف. دنیای امروز بت پرسته، مثل قدیم نیست، ولی یه بت دیگه ای آمده جایگزین شده، بت مصرف، هی خرید و هی مصرف، ارضا کردن اون نیاز مصرفی. در تکاثر از بیرونه که به آدم هی باید بیاد، پول بیشتر جمع بکنم، ثروت بیشتر، خونه و زندگی، کالا، وسیله بیشتر. سازنده نیست، تصنعی، عقیمه، از بیرون آدم میخواد به خودش بگیره.
ولی کوثر از درون به بیرونه. چشمه از درون خودش میجوشه، فزاینده است دائما. هر دو در عین حالی که از یه ریشه میاد، دو نوع اضافه و افزایش رو نشون میده. چیزی که از بیرون میخوایم جذب بکنیم، به خودمون اضافه بکنیم، یا از درون خودمون بجوشیم. در اون موقع اشاره به این شعر مولوی هم کردم، میگه آب کم جو تشنگی آور به دست. آب کمجو یعنی هی دنبال چیزی که بیرون از خودته نرو، امکانات، پول، زندگی، وسایل بیشتر، وسایل مصرفی. تشنگی آور به دست تا بجوشد آبت از بالا و پس. اگه اون تشنگی و نیاز و ظرفیت رو پیدا کنی، آب از درون خودت میجوشه، از بالا و پایین وجودت میجوشه. هی نرو از بیرون. رشد انسان، کثرت انسان درونیه، نهادیه در واقع. میگه رو بدین بالا و پستی ها بدو، تلاش کن بدو این ور اون ور تا شوی تشنه. حرارت را گرو، حرارت پیدا کنی، گرو حرارت باشی، یعنی تلاش کن، تکاپو تو زندگی داشته باش. بعد میگه کشت جان را چون جواهر مضمر است. در کشت جان انسان، در زمین و مزرعه وجود انسان چیه توش؟ تو خاک وجودمون چیه؟ جواهر. کشت جان را کش جواهر مضمر است. در ضمیر وجود هر کسی جواهره. آب رحمت، آسمان پر ز آب رحمت است، هم چیزی. یعنی از یه طرف در زمینه وجود تو جواهره، آسمان ربم پر ز آب رحمت است. پس تو اگه این تشنگی رو به دست بیاری، باران رحمتم بر وجودت میباره. پس از درون افزایش پیدا بکنید. حالا در آغاز سوره به پیامبر میفرماد که انا اعطیناکل کوثر، ما به تو عطا کردیم کوثر رو. در اینجا تأکید ان در آغاز اومده، قطعاً. انا میشه ما، قطعاً. ان و نا. ان یعنی مسلماً، این چیز مهمیه. در واقع تأکید کرده روی این مسئله، جدیه، واقعیت داره. اعطینا هم باز میگه ما. اینجا خداوند نگفته من به تو کوثر رو دادم، ما به تو کوثر رو دادیم. بارها عرض کردم هرگاه تو قرآن خداوند با ضمیر متکلم مع الغیر، یعنی ما، سخن میگه، در واقع خود اون طرف هم هستش تو این سیستم. فرشتگان، طبیعت، نیروها، قوانین، همه اینا دستن در کارن. یعنی رحمت الهی، تلاش خودت در این سیستم با امدادهای غیبی، فرشتگان، موجب پیدایش کوثر شد. معناش